آقا حرف رویا فروش ها رو بذار کنار. منطقی ترین راه برای پولدار شدن تو امروز میخوام بهت یاد بدم. رفیق سلام، خیلی خوش اومدی به کانال دکتر بیزینس. امیدوارم که حال دلت عالی باشه. همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله کنارش رو فعال کن که بلافاصله بعد اینکه ویدیو منتشر شد خود یوتیوب بهت اطلاع بده. ببین خیلی ها رو دیدی که میان شروع میکنن، مخصوصا پکیج فروش ها، اونایی که یه پک رو به قولی تحویل مخاطب میدن، بعد میگن که آقا این برای همتون خوبه و از همینجا میتونی متوجه بشی که بابا این کار اشتباهه. توجه میکنی چی میگم؟ مخصوصا این که 99% اینا خود مدرس هم نمیاد پشتیبانی کنه، میسپاره دست ادمین و فلان و بیسار. شما مثلا نگاه میکنی 2 نفر رو توجه داشته باش که مریضن، آیا دکتر برای اینا یه نسخه مشابه میتونه بنویسه؟ دکتر رو بره مثلا تو مطب 10 تا 20 تا مثلا مریض باشه، بعد برگرده بگه آقا همتون یه نسخه؟ مگه میشه؟ پکیج فروشی هم دقیقا همین طوریه. پس زیاد حرفاشون رو جدی نگیر، مخصوصا اونایی که خود مدرس دوره پشتیبان نیستش، کارت با ادمین و اینجور داستان است. مطمئن باش که هیچی از توش برا در نمیاد. اما نه، یا آموزش خصوصی مثلا کسی دیدی داره ارائه میکنه، یا مثلا خود مدرسه پشتیبانه، باز روی این میشه حساب باز کرد. حرف من این نیستش. حرف من سر اینه که آقا اگه میخوای تو این مملکت به یه جایی برسی، باید حساب و کتاب شده بری جلو، چون هزاران ریسک، هزاران مورد وجود داره، هزاران مشکل وجود داره که میتونه خفتت کنه و اذیتت کنه. به نظر من اگه اول کارته و اول راهته و دانش آموزی، دبیرستانی هستی، دانشجویی یا تازه فارغ التحصیل شدی، اول کار برو یه جایی رو برا یه شغل ثابت برا خودت پیدا کن، هر چند زیاد نباشه حقوقش، توجه میکنی، اما بتونی تحملش کنی. خب یعنی تن به هر کاری هم نده. خب شما مثلا یه جا کار کردن رو مثلا دوست نداری فروشنده بوتیک وایسی، اصلا حالت به هم میخوره، با اینکه اگه حقوق خوبم بهت بدن، اما نرو این کار رو انجام بده، چون پیرت میکنه، اصلا زدت میکنه از کار کردن، رو مخته، اعصابتو به هم میریزه. به خاطر این موضوع این نکته رو حتما در نظر داشته باش که یک آب باریکه برای خودت ایجاد کنی. خیلی ها میگن آقا من از همون اول پا میشم میرم بیزینس شخص. ببین با جیب خالی نمیشه کارکاسبی شخصی بالا آورد، مگر اینکه یا جیبت حداقل یه در حد یه پول تو جیبی داشته باشی، یه مقداری داشته باشی، حالا نه اینکه سرمایه میلیاردی و میلیونی و فلان اینا، یا اینکه از یه طرف حمایت بشی، مثلا خیالت راحت باشه آقا من الان تو خونه مثلا پدرم دارم زندگی میکنم، اوکیه، فعلا نیاز خاصی ندارم. توجه کردی؟ پس حتما برای اول کار خودت یه آب باریکه ایجاد کن. آقا چرا؟ چون ببین تو میخوای یه کار کوچیک انجام بدی، یه جای میخوای بری، یه پول رفت و آمد داشته باشی، یه پول صبحونه نهار شام تو حداقل خودت داشته باشی. بعد بیا چی کار کن؟ بیا یه موضوعی رو پیدا کن، یه زمینه‌ای رو، یه محصولی و کالایی رو، خدماتی رو که باش حال میکنی ها. صرفاً اون حال کردن خیلی مهمه. توجه میکنی؟ و ارجحیت داره به بازار خوب. توجه کردی؟ چون ببین سر و تهش همه ی کارا سختی خاص خودش رو دارن، همه ی بیزینس ها سختی خاص خودشون رو دارن و یه جایی بالاخره قفلت میکنه، اذیتت میکنه. اگه اون موقع با کار حال نکرده باشی ول میکنی، هی مدام شاخه به شاخه میپری، میبینی مثلا 2 سال 3 سال 10 سال از عمرت گذشته، فقط کلی شغل عوض کردی، آخرش هم هیچی به هیچی. پس از همون اول یک کاریو انتخاب کن که باش حال کنی. بعد بیا تو حوزه اینترنتی. خب ترجیحاً اول کارت رو برای اینکه پول کمتری لازم داشته باشه اینترنتی شروع کن، بیارش بالا، با همون آب باریکه کم کم بهش تبلیغات بده، براش مخاطب جذب کن، بعد کارتو ببر جلو. حالا مثلا کار خدماتی میخوای انجام بدی، اونو ارائه کن، محصول میخوای بفروشی بفروش. اینطوری راحت میتونی از اون آب باریکه حقوق ثابته بگیری، تزریق این کسب و کار شخصیت کنی. یه جایی میبینی کارکاسبی شخصیه شروع کرد به درآمدزایی، اون موقع نزنی بیرونا، تا اون موقعی که حداقل درآمد ماهانه اون بیزینس شخصیه 3 برابر حقوق ثابتت نشده ازش نمیزنی بیرون. بعد که رسیدی اوکی میکنی، دکمه یه کار ثابت رو میزنی، بعد میای رو کار شخصی خودت وقت میذاری و تمرکز میکنی. اینطوری بدون ریسک ترین، حسابی ترین
اصولی ترین حالت ممکن رو توی کشور، تو این مملکت میتونی ببری جلو و ازش میتونی به درآمد خوب برسی. آهسته اما پیوسته. بچه‌ها توجه کردین؟ قدم به قدم، پله به پله باید این مسیر رو طی کنید تا بتونید ان شاءالله به اون موفقیت مالیه برسید. خیلی مخلصیم. مواظب خودتون باشید. دوست داشتی لایک کن و بفرست برای کسی که به دردش میخوره. سوالی هم داشتی داخل کامنت بپرس، خودم بهت جواب میدم. موفق باشی. فعلا خدا نگهدار.